بسم الله الرحمن الرحیم. بیدار شوی دل که جهان میگذرد، بیدار شوی دل که جهان میگذرد، وین مایه عمری رایگان میگذرد. در منزل من مخسب و غافل منشین، از منزل عمر کاروان میگذرد. برادر عزیزی من، کاروان عمر تو به پایان رسیده ایستاده است. روزی به منزل میرسد، باز تو در دار دنیا مانده ای. جوان نازنین، جوانی که ما برات یک سخن زیبا میگم. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که هر آینه محبت دنیا، دارایی دنیا چشم دل شما، چشم سر شما را کور میکند و شما را از یاد خدا و رسول دور میکند. دنیا دوست داشتنی نیست برادر جنتی من. و این بدان که عزیز خدا محمد صلی الله علیه و سلم برای من و تو این خبرها را گفتند و برفتند. برادر جنتی من، پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کند، آبرویت برده و بعدم پشیمانت کند. سفره دل باز کن در حال و در وقتی سجود، پیش الله کن گدایی تا که سلطانت کند. ای سایلی گدا به در شاه ناله کن، تا رحم پادشاه به حال گدا شود. سلطانی میخواهی، خدا برای سلطانی داده است. سلطنت میخواهی، خداوند برای سلطنت دنیا و آخرت داده است. حکومت میخواهی، خداوند حکومت دنیا و آخرت برات مبارک کرده است. میدانی که پروردگار رب العزت در جمع ملائکه گفت که من خلیفه ای را در زمین قرار میتم که اون بندگانی من هستند، بندگانی صالح و با تقوای من هستند. برادر عزیزی من، جوان نازنین، بس است آخر. رو به درگاه خدا بیا، کرم بین لطفی خداوندگار. گناه بنده کرده است او شرمسار، گناه را من و تو میکنیم و پروردگار از من و تو شرم میکنه. میدانی که چقدر پروردگار مهربان است، میدانی که چقدر پروردگار بنده نواز است که من و تو را دوست می‌دارد. برادر عزیزی من برات میگم که به امید عمر دو روزه نشو که عاقبتش تمام شده نیست. میدانی که روز جسدی زیبای تو را صدا میزنن که فلانی غسال بیار، فلان کسی که بدنی میت میشود، او بدنی زیبای تو با دیگر دستها شسته میشود. دیگر خود شسته نمیتانی، جسدی زیبای خودت دیگر شسته نمیتانی و دیگر اون لباسای زیبا رو در تن کردن نمیتانی. میبینی که بدنی تو را میشوند و میبینی که در تنی تو کفن میکنن و میبینی که تو را میبردارن و به سوی عالم قبر میبرن. برادر جنتی من، در دار دنیا غم مخوراخی، تو غمخوار داری، پس او غمخوار غم بخور و به درگاهش دست ببردار تا که نجات بیابی. غم مخوره بنده غمخوارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزه هر کجا خاکی برو، بازگشتی آخری کارت منم. هر کجایی که میره بازگشت به سوی پروردگار است، به سوی او پروردگاری که منو تو را خلق کرده است، به سوی خدایی که منو تو را رزق داده است. بازگشت ما به سوی همون پروردگار است. پیش از اونه که ما به نزد او پروردگار میریم، باید به عمل صالح دست بزنیم، عملهایی که نجاتی منو تو باشد، عملهایی که بعد از درگذشت منو تو ما را به نیکی یاد بکنن. برادر عزیزی من، از هر تا با بیگاه در صحبت هستی، در سطرهای تلفن به هر گوشش میدرایی، یک بار به صفحات قرآن نظر نکردی، عمر خودت بیهوده ضایع کردی. برادر جنتی من، بازم برات میگم که اینه فراموش نکن که از این بیخبری تو روز پشیمان میشوی. در دور حیات رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک جوان نزد رسول الله آمدن، گفتن ای پیامبر، برای چی خدا من نمیزند؟ همه ثروت مال اموال دارم، نیکو خدا من نمیزند، گناه میکنم، تمام عمل میکنم، خدا من نمیزند. خنده کردن. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ سکوت کردن و بعدن گفتن که خداوند تو را گمراه کرده است که یاد خدا کردن نمیتانی. این زدن خدا هست. خدای ما را گمراه نکن. الها واقفی بر حال و زارم، همه دانی که جست و کس نداریم. الها گر برانی ور بخوانی، همه چو بنده ای به اختیاریم. الها گر نباشد توفیق است و میان آتش دوزخ گماریم. پروردگارا توفیق رفیق ما بندگانت بگردانی و انجام کار ما را به خیر بگردانی. و پروردگارا مرگ به سراغ ما نفرست تا مادام ما را مغفرت نگردانی. و پروردگارا از خودت مسئلت میخواهیم، ما را محتاج خودت بگردانی. پروردگارا بنده خطا کردیم، بنده بی محبتی کردیم، بر ما محبت کردی. بنده توبه میکنیم، دست میبرداریم، دستهای ما را به سوی ما خالی نگردانی. خدایا دعای ما را میشنوی و خدایا توفیق هدایت برای بندگان نصیب گردانی. وسط حجاب اسلامی را در زنها و دخترای مسلمین نصیب گردانی. جوان نازنین، برادری جنتی من، میدانی برات یک سخن زیبا میگم که
پدر امام ضیایی رحمت الله علیه روزی در چهره فرزند نگاه کردن و می گفتن که الناس معادن کمعادن ذهب والفضه. و سخنم توجه بکن برادری که الان صدای مرا گوش میکنی، همین سخن می گفت و گریه میکرد. الناس معادن کمعادن ذهب والفضه. روز همسر نازنینش گفت ای مرد این چی سخنی است و چی گریه میکنی؟ گفت این سخنی محمد صلی الله علیه و سلم از زبان گوهروارش گفتن که انسان معدن است، از انسان ها معدن ها برون می شود. از این فرزند من نمیدانم که چی معدن است و مانند معدن طلا و نقره دیگر معدن هایی که به طریق شستن اونا بیرون می شوند. برادر جنتی من، هر یک کدام من و تو فرزند داریم، اونها معدنی هستند که باید از اونها معدن ها برون بیاید. به طریق استفاده بردن اونها را ما باید سبق زندگی خود ما بدانیم که چیکار کنیم. همین سخن می گفت دائم پدر امام ضیایی شبی از شبها میگه در خوابش حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در خواب دیدن. محمد صلی الله علیه و سلم براش میدانی چی گفت؟ گفت امام ضیایی را به سوی مدینه بر و در نزد یگام عالم بگذار. را فردا که از خواب بیدار شدن برای همسرش گفت سر بدن فرزند ما شستشو بکن و در تن لباس زیبا بکن و سر موی او را شانه بزن که ما این برای خدا میبرم. امام ضیایی را بردن میگه به مدینه، در حضور یک عالمی گذاشتن. از بین 5 سال و 10 سال 20 سال مکمل در گذشت. روزه پیر کمپیر در خانه نشسته بودن که در کوفته شد. وقتا که در رها کردن دیدن جوانی زیبا، جوانی خوشگل با عمامه، با لحیه نازنین، یعنی بارش مبارک، عالم کل. از بین 5 سال و 10 سال گذشت، از یک امام ضیایی رحمت الله علیه 100 عالم درست شد، 500 مسجد بنا شد. ببین عزیز قلبم که از یک امام ضیایی رحمت الله علیه اینقدر عالم ها به دنیا آمدن. من و تو هم عالم های داریم، من و تو هم فرزند های داریم، فقط اونها را تعلیم دادن در کار. میخوای فرزندت برای تو نجات دنیا و آخرت شود؟ برای علم بیاموز، قرآن بیاموز. آخی برادر عزیز من، قرآن چراغ دنیا و آخرتی من و تو است. ایدی قربان شد و در کعبه صحبت می شود. آه ویلای او نزد حضرت می شود. هر که قرآن خوان کند فرزند خود را در جهان، در قیامت روی او ماه تابان می شود. میخوای که ماه تابانی روز قیامت، پس فرزند به قرآن خواندن تعلیم بده تا که کامیابی دنیا و آخرت خداوند برای تو نصیب گرداند. امروز برادرای عزیز من نگاه میکنم فرزندا را ما رو به کامپیوتر و برنامه‌های خود ریز و برنامه‌هایی که طبیعت اونا را دیگر میکند، فکر ذهنی اونا را دیگر میکند، ما پابند اون کرده ایم. جوانای نازنین، از داخل این سایت اینترنت هایی که من و تو داخل میشویم چیزهای لازمی اونا بگیرین و دیگر شرط بکنین. به خاطر خدا اونا را از بین ببرید و با اونها نگاه نکنید، زیرا چشمای نازنین شما و وجود نازنین شما بیمار میشود. قاسیت القلوب میشین، قلبهای شما میمیرد از یاد خدا و رسول. این بود مطلبی که ما برای سمع شما رسانیدم بنده و انشاءالله که از شما امید دارم که با این گفته های بنده در عمل میشوین و رابطه رو با خدا پیوست میکنین. باور که جوان نازنین انسان های هستن که در خانش آماده عشق توی دامادی و عروسی فرزندش است. برای فرزندش جامه آماده دارد که جامه شهی در تن میکند و در جای دیگر میبینیم که مادر کفنی فرزند میدوزد و در جای میبینیم که مادر برای آرا و تارا داختن دختری نازنینش که او را عروس میکند و در جای دیگر میبینیم که عروسهای نازنین به زیر خاک میبرند. چندین شهی نازنین و چندین عروسهای نازنین به زیر خاک رفتن. نوبت به من و تو رسیده است، نوبت به من و تو رسیده است. کنون آماده باش آخی برادری عزیزی من، جوان نازنین، دست از دار دنیا بکش، چنگ به رشته خدا بزن، در حلقه نور در نشست بکن، بر این کشتی های محمدی که علماهای کرام دارن در اونا نشست بکنین، در حلقه اونا بنشینین، نفع بگیرین، سرمشق زندگی خودتان این برنامه ها رو بسازین تا که شما کامیاب دنیا و آخرت باشین. وگر نه الا که فردای قیامت حسرت ندامت میخورین. در محضر رسول الله میخورید میگوی فلانی من امتی تو هستم، ای محمد من فلانی امتی تو هستم. میگه وای بر حال تو آری امت، من از تو آری امت بیزار هستم. تو امتی چی بودی؟ در دنیا با ما رابطه پیوست نکرده بودی، به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم درود نفرستادی. این چی امتی هست؟ بس است آخی برادری عزیزی من، دستی خواهی چون صدف مکشای پیش خاکیان. هر چی میخواهد دلت از عالمی بالا طلب. دل تو چی میخواهد؟ یا خدا من از تو این میخوام برات معیا میکنه، ای خدا من از تو اون میخوام برات معیا میکنه. یک بار نمیگو که خدا من از خودت میخوام.